آموزش AVR رو در جلسه سوم ادامه میدم. همونطور که در جلسه قبل توضیح داده شد، ارتباط CPU با سخت افزارهای جانبی از طریق نوشتن و خوندن اطلاعات در آدرس‌های مشخصی میسر میشه. ولی صرفه‌جویی در زمان شکلی رو از قبل روی تخته کشیدم مربوط به ATmega 16 یا 32 که سعی می‌کنیم بحث‌های ما اصولاً در پایه این شماره ها باشه، به دلیل اینکه شماره های خیلی مسترحی هست، امکانات خوبی داره و شباهت کاملی نسبت به هم داره. یه تفاوتایی هست بین 16 و 32 که اولینش این هست که ظرفیت فلش در ATmega 16 کیلوبایت، در ATmega 32 کیلوبایت. به این نکته توجه کنید که در نامگذاری های سری ATmega بعضا ظرفیت فلش ذکر میشه، یعنی ATmega 16 معنای ظرفیت فلش هست یا ATmega 32 به همین ترتیب. البته همیشه اون عددی که ذکر میشه همه اون عدد مربوط به این ظرفیت نیست. یعنی ببینید در یه شماره مثل ATmega 64 که 64 کیلوبایت فلش هست، اگر ATmega 644 شد باز هم همون 64 کیلوبایت فلش هست، یعنی از این سه رقم دو رقمش مربوط به ظرفیت فلش هست. ببینید در این شکلی که پای تخته کشیدم حداقل اتصالات برای راه اندازی یه شماره مثل ATmega 32 بیس صحبت رو روی ATmega 32 قرار میدم. پای شماره 11 و پای شماره 31 به زمین متصل شده، پای شماره 10 و پای شماره 30 به تغذیه مثبت که حالا این رو 5 ولت در نظر گرفته شده. ببین اگر به مجموع اطلاعات ATmega 32 مراجعه کنید می‌بینید که پای شماره 10 براش نام VCC و پای شماره C نام AVCC انتخاب شده. A به معنای آنالوگه. در واقع این تغذیه بخش آنالوگ ATmega 32 هست روی پورت A که حالا بعدا صحبت میشه. ورودی های ADC یا آنالوگ تو دیجیتال کانورتر وجود دارن که این تغذیه برای اون قسمت پیش بینی شده و حالا بحث‌های بعدا مطرح میشه که اگر بخوایم نویز کمتر باشه این تغذیه مستقیم وصل نشه و از طریق یک فیلتر پایین‌گذر LC متصل بشه. برای سهولت و سادگی مستقیم اینجا متصل شده. یه نکته رو همینجا بگم خدمت دوستان که حتی اگر از قسمت آنالوگ قصد استفاده نباشه باید حتما تغذیه متصل بشه. این تاکید صریح اتمل هست. اگر تغذیه متصل نشه ممکنه که اخلالی در به خصوص اون پورت A که یا حالا هر پورتی که بخش آنالوگ روش قرار داشته باشه ایجاد بشه و حتی مشاهده شده که آسیب ایجاد شده در میکروکنترلر. بنابراین حتما باید این AVCC وصل بشه. پایه های دیگر اینجا هست برای اتصال کریستال خارجی در صورتی که ما بخوایم نوسان رو از یک کریستال تأمین کنیم، از اسیلاتور داخلی میکروکنترلر استفاده کنیم برای تأمین نوسان به کمک کریستال خارجی که با توجه به اینکه مقدار پیشفرض کلاک ATmega 32 1 مگاهرتز داخلی هست بنابراین نیازی نبوده که در بدوام و برای ساده تر شدن شکل کشیده نشده. یه بحث دیگه که اینجا مطرح هست نحوه پروگرام کردن میکروکنترلر هست. پایه هایی هست که برای پروگرام کردن میکروکنترلر مورد استفاده قرار میگیره. خارج از موضوعی که الان توضیح داده میشه ممکنه که پروگرامر به صورت پارالل باشه، یعنی این آیسی روی پروگرامری قرار گرفته بشه. حالا دو شیوه پروگرام کردن داریم که تو بحث بعدی مطرح میشه. میتونه به صورت سریال پروگرام بشه، به صورت پارالل پروگرام بشه. هر کدوم
اتصالات خاص خودش رو داره، به اساس فرض بر این است که این میکرو کنترلر به طریق مناسب پروگرام میشه. در این توضیحات فعلی در شکل لحاظ نشد. اون چه که اینجا اضافه شده به این شکل یک LED سری شده با یک مقاومت. ببینید میخوام راجع به این صحبت بکنیم که به عنوان ساده ترین کاری که میخوام انجام بدیم چطور میتونیم یک LED رو با نوشتن برنامه روشن کنیم و روشن بمونیم. خب 3 بایت مختلف رو اینجا من کشیدم، نامگذاری کردیم پین B، DDRB و پورت B. این همون رجیسترهایی هست که برای ارتباط با پورت B که از پایه شماره 1 تا پایه شماره 8 این میکروکنترلر رو در واقع پورت B نامیده میشه و ما میخوایم با نوشتن برنامه روی یکی از بیت ها، روی کم ارزش ترین بیت این پورت تاثیر بذاریم. این بیت رو در واقع 1 کنیم و 1 بمونه تا هر زمانی که تغذیه میکروکنترلر متصل باشه. این 3 رجیستری که اینجا الان نمایش داده شده آدرس هاشو در فضای اسرم من نوشتم. ببینید 36 هگزادسیمال، 37 هگزادسیمال و 38 هگزادسیمال همون آدرس های به خصوصی هستن که اگر به دیتا شیت و اطلاعات ATmega32 مراجعه کنید در یک بخش این آدرس ها رو ذکر کرده و این آدرس هایی هست که تغییر پذیر نیست. یعنی آدرس 36 یک آدرس مشخصیه برای رجیستری که به نام پین B نامگذاری شده. شرح عمل کردن رو توضیح میدم. و نکته بعدی این هست که پورت های میکروکنترلر 8 بیتی هستن، یعنی در آن واحد ما اطلاعات رو میتونیم روی 8 بیت بنویسیم یا اطلاعات 8 بیت رو بخونیم. نوشتن در زمانی است که پورت ها خروجی تعریف بشن و خوندن زمانی است که پورت ها ورودی تعریف شده باشن. باز از مسائلی که اینجا باید ذکر بشه اینه که به صورت پیش‌فرض تمام پورت های میکروکنترلر ورودی هستند. یعنی زمانی که یک میکروکنترلر ریست میشه تمام پورت ها در وضعیت ورودی تعریف شدن و اگر قرار باشه که خروجی بشن باید با اجرای خطوط برنامه این خروجی شدن تعریف بشه. خب بیایم مراجعه بکنیم به این رجیسترها. اینها همون محل‌هایی هستن که در جلسات گذشته صحبت شده که نوشتن به اونها روی سخت افزار تاثیر میذاره. اولین رجیستری که اینجا راجع بهش صحبت میشه رجیستر DDRB. به صورت عمومی رجیستر رو میتونیم با نام DDRX به معنای اسم عمومی، یعنی برای پورت A DDRA، برای پورت B DDRB و به همین ترتیب. اگر هر بیتی در این رجیستر 1 نوشته بشه پورت متناظر اون بیت، یعنی کم ارزش ترین بیت این بایت متناظر است با کم ارزش ترین خروجی پورت از به لحاظ محلش در پورت. ببینید این پورت نامگذاریش از PB0 تا PB7 هست. PB0 متناظر است با کم ارزش ترین مکان این بایت. اگر در این محل مشخص 0 نوشته بشه که پیش‌فرضش هم 0 هست، به این معنی است که این بیت ورودی تعریف میشه. اگر در این محل 1 نوشته بشه به این معنی است که این بیت خروجی تعریف میشه. در واقع جهت پورت رو و بیت به خصوصش رو هر کدوم از این مکان ها مشخص میکنن. پس برای این 8 در واقع پین فیزیکی 8 محل در رجیستر DDRB در نظر گرفته شده که هر کدوم از این محل ها متناظر با یه پین به خصوص هستن. اگه من بخوام یک نمای گرافیکی اینجا بکشم، ببینید این پین متناظر است با
این محل و بالاترین ارزش متناظر است با این پین. پس ما جهت پورت ها رو به لحاظ ورودی و خروجی از طریق آدرس 37 هگزادسیمال در اسرم تعریف میکنیم. سی پی یو از طریق نوشتن در این آدرس، ببینید من تأکیدایی که گاهی ممکنه یه چیزی رو چندین بار تأکید کنم برای هست که فرضم برای این هست که ممکنه که مخاطب این فیلم افرادی باشن که زمینه قبلی نداشته باشن در رابطه با بحث میکروکنترلر و به همین دلیل ممکنه که بعضی از موارد رو چند بار تکرار کنن. این تکرار و تأکید در جهت جا افتادن مطلب است. بعد از اینکه ما جهت پورت رو تعریف کردیم، حالا الان میایم روی وضعیت خروجی بحث کنیم. فرض کنید که پین یا پین های از یک پورت خروجی تعریف شده. حالا مقدار اون خروجی چی هست؟ میخوایم وضعیت های و لا بودنش رو تعیین کنیم یا به عبارتی 0 و 1 بودنش رو تعیین کنیم. بایت بعدی که تحت عنوان پورت بی اینجا نمایش داده شده وظیفش همین هست، یعنی به همون طریقی که یک تناظر 1 به 1 در بایت بالایی با پین های فیزیکی و پین های واقعی وجود داشت، به لحاظ جهت در بایت بعدی یک تناظر 1 به 1 به لحاظ مقدار یا وضعیت های و لا یا 0 و 1 وجود داره. یعنی اگر بخوایم این LED با توجه به سخت افزاری که اینجا ببینیم با های شدن پورت روشن میشه، بنابراین باید یک در اینجا نوشته بشه توسط خطوط برنامه. اگر ببینید اگر طبق این چیزی که اینجا میبینیم اگر یک در این محل 1 نوشته بشه، این پین خروجی خواهد شد. اگر در پایینی 1 نوشته بشه، این پینی که خروجی هست های خواهد شد. 2 مرحله اینجا برنامه نویسی لازم هست. اگر حالت بعدی هست که اگر اینجا 1 نوشته بشه و پایینی 0 باشه، این پین خروجی هست ولی لا ظاهر خواهد شد یا 0 ظاهر خواهد شد. لا متناظر با منطق 0 ظاهر خواهد شد. و پس برای این منظوری که اینجا تعریف کردیم کافی ما برنامه بنویسیم که در رجیستر DDRV بیت اولش رو 1 بنویسه. فرض میکنیم که بقیه بیت ها بخوام 0 باشه، به این معنی که بقیه پین ها نمیخوام خروجی باشه. و بحث بعدی این که خروجیش هم های بشه که این LED روشن بشه. پس بنابراین کافیه که ما در این 2 بایت 1 بنویسیم. من ادامه بحث رو در مورد رجیستر پین بی هم توضیح میدم. بعد میریم توی فاز برنامه نویسی. برای اولین بار سعی می‌کنیم که اینجا برنامه رو بنویسیم. پین بی در واقع وضعیت فیزیکی پورت رو از طریق پین بی سی پی یو میتونه ازش اطلاع پیدا کنه. آیا پورت الان های هست، لا هست. موقعی که پورت به صورت ورودی تعریف میشه، برای خوندن وضعیت سیگنال هایی که به پورت اعمال شدن و سیگنال هایی که از خروجی های تأمین شدن و به این ورودی ها متصل شدن، باید پین بی قرائت بشه. برای پورت بی، برای پورت A پین A، برای پورت C در واقع پین C و به همین ترتیب. یک نکته دیگه اینجا هست. اگر رجیستری که متناظر جهت هست، در اون رجیستر پینی ورودی تعریف بشه، این مثلا همینجا فرض کنیم که ما PB0 رو ورودی تعریف کنیم، اما در رجیستر پورت در بیت متناظر با اون پین مربوطه 1 نوشته بشه،
به صورت داخلی در اون پورت یک مقاومت پولاب فعال میشه. مقاومت پولاب ترجمه شده مقاومت بالا نگهدار. من همون عبارت پولاب رو به کار میبرم. یه توضیح جانبی اینجا میدم در مورد مقاومت پولاب. ببینید یک پورت اگه ورودی باشه ولی فلوت باشه، یعنی به جای متصل نباشه، این پورت چه محلی برای تاثیرگذاری نویز. بنابراین معمول هست که پورت ها رو بسته به وضعیتی که داره و بسته به کاربردی که داره یا با یک مقاومتی پولاب میکنن یا با یک مقاومتی پول داون میکنن، که در سخت افزار داخلی AVR امکان فعال کردن پولاب داخلی وجود داره. یعنی اگر ما جهت پورت رو ورودی تعریف کنیم از طریق رجیستر DDR، اما در رجیستر پورت متناظر در بیت مربوطه 1 بنویسیم، این به معنای فعال شدن پولاب داخلی فعال میشه. پس فرق اینکه اینجا 0 باشه و پایین 1 باشه با اینکه هر دو 0 باشن این هست که در هر دو وضعیت ببینید اگر این 0 باشه یا اینکه هر دو 0 باشه، در این وضعیت پورت ورودی هست ولی پولابی فعال نیست، اما در این وضعیت پورت ورودی هست، پولاب برای این بیت به خصوص فعاله. حالا این نکته رو به صورت جانبی بگم که در خانواده ایکس مگا امکان فعال کردن پول داون هم وجود داره، ولی در AVR های عادی این مسئله وجود نداره. یعنی اونجا هم پولاب قابلیت فعال کردن داره و هم در واقع پول داون. در این کاربردی که الان مد نظر ما هست و صحبت میکنیم در موردش، به عنوان خروجی از این پورت میخوام استفاده کنیم. یه بحثی که اینجا مطرح میشه ابزار برنامه نویسی ماست. ببینید ما به 3 روش کلی، حداقل با امکاناتی که در دست هست، من اینجا به 3 روش کلی میتونم این بحث رو ادامه بدم. الان وارد مرحله شدیم که باید ابزار برنامه نویسی خودمون رو انتخاب کنیم. شیوه اول که بحث برنامه نویسی اسمبلی هست که به لحاظ مفهومی خیلی مفید هست، ولی با توجه به اینکه استفاده کننده های خاصی داره و در کاربردهای ویژه ازش استفاده میشه، من اون قصد رو اینجا ندارم که مگر در مواقع خاص در چارچوب مثال یا مواردی که لازم باشه. ما با 2 گزینه کلی روبرو هستیم. ببینید کامپایلرهای مختلفی به زبان‌های مختلف نوشته شده برای AVR. بیسیک، زبان بیسیک، زبان برنامه‌نویسی سی، پاسکال. حالا موارد دیگه هم هست حتی که ممکن کمتر شناخته شده باشه، ولی برنامه نویسی سی و برنامه نویسی بیسیک بسیار مصطلح است. 2 کامپایلری که متناظر این 2 نوع برنامه نویسی هستند و علاقه‌مندان خاص خودشو دارن، در بیسیک کامپایلر بسکام هست و در برنامه نویسی سی کامپایلر کد ویژن. البته سی کامپایلر IAR هم هست، وین AVR هم هست با کامپایلر AVR GCC. اینو من اینجا بگم که من خودم شخصا با توجه به اینکه کامپایلر IAR در واقع قوی ترین و حرفه‌ای ترین، یا میشه گفت که از قوی ترین و حرفه‌ای ترین ابزارها هست، خودم شخصا از کامپایلر IAR استفاده میکنم، ولی با توجه به اقبال عمومی که روی کد ویژن هست و جوابگوی اکثر کاربردها هم هست، بنابراین مصداق کامپایلر سی رو کد ویژن ذکر کردم. من قصد دارم که تصمیم گرفتم که هر 2 مورد رو اینجا بررسی کنم، یعنی مثال هایی که میذاریم تا حد امکان هم با بسکام باشه هم با کد ویژن. حالا البته دوستان زحمت بکشن فیدبکی رو اگه لازم باشه به من بدن که آیا این روش خوبی هست. چون ببینید برنامه نویسی با بسکام، اول راجع به این کلمه بسکام توضیح بدم چون یکی از دوستان خواسته بودن که این بس و این لفظ رو توضیح بدید. ببینید گاهی میگن بیسکام. بیسکام از اون
غلط‌های مصطلحی هست، مثل بعضی غلط‌های در الکترونیک که حتی گاهی بعضا نمیشه در محیط‌های دانشگاهی حتی ذکر میشه. بیسکام، رایپل، بیزر، کلماتی که همش غلطه. ما چیزی به نام رایپل نداریم در الکترونیک، ریپل یا بیزر اگر شما مراجعه بکنید بازر هست در واقع. برای تلفظ بسکام میتونید خیلی راحت فیلمایی که روی اینترنت هست، روی سایت یوتیوب هست در مورد بسکام، اگر شکی هست در این مورد ببینید که لفظ بسکام رو چجوری تلفظ میکنن. به هر صورت من تصمیم دارم که حالا تا این مرحله یه کاریست که همونطور که در قسمت اول آموزش گفتم یه کار جمعی هست. ببینید با این امکانات بسیار مشکل، با این اینترنتی که واقعا هر قسمت از این فیلم وقت بسیار زیادی رو اشغال میکنه، آپلود کردنش گاهی ساعتها طول میکشه، با شکست مواجه میشه، خیلی کار مشکلی هست. من تصمیم دارم در حد توان خودم این کار رو پیگیری کنم. اگر امکانات بهتری بود، اگر به این میزان زمان مصرف نمیشد، شاید میشد که بیش از این دوره ها رو قرار داد و با سرعت بیشتری پیش بره. برصد در حد مقدورات و در حد توان کاریست که در حال انجام هست. ببینید کامپایلر بسکام در واقع همون زبان بیسیک بر مبنای زبان بیسیک هست. کامپایلر کد ویژن بر مبنای زبان سی هست، سی استاندارد. البته به لحاظ چارچوب برنامه‌نویسی توصیه من این هست به کسانی که میخوان توی این رشته کار بکنن ترجیحاً به سمت کامپایلر در واقع ابزار برنامه‌نویسی سی حرکت بکنن. کامپایلر بسکام نظر شخصی من هست که برای کسانی بیشتر مفیده که نمیخوان به صورت حرفه‌ای در برنامه‌نویسی عمل کنن. در واقع یه سری اپلیکیشن ها و کاربرداری میخوان پیاده کنن، حتی کسانی که ممکنه دانشجو رشته الکترونیک نباشن، هستن کسانی که در رشته مکانیک یا سایر رشته‌ها هستن، میخوان به عنوان یه ابزار استفاده کنن. اگر کسی میخواد در حد حرفه‌ای و به صورت یک شغل به این مسئله نگاه بکنه، توصیه شخصی من این هست که مبنای کارش رو بر برنامه‌نویسی سی قرار بده. خب ببینید بسکام سادگی‌های خاص خودش رو داره. ما الان مثال بزنیم خواهید دید که خیلی راحت‌تر در ظاهر کار انجام میشه، ولی سرعت پیشرفت در یک سطحی از کار جدی ممکنه که کند بشه و ممکنه در خیلی از موارد جوابگو نباشه. برصد من شروع کار رو بر اساس هر دوی این ابزارها قرار میدم، حرکت میکنیم، بر اساس مقتضیات تغییرات لازم داده میشه. ببینید مخاطبین این بحث حالا روی هر کدوم از این موارد که علاقه‌مند هستن باید زحمت بکشن، اطلاعاتشو مطالعه بکنن، هلپ نرم افزارها رو مطالعه کنن، کتاب‌هایی که از مطالعه کنن که من وارد جزئیات در یه همچین بحثی که مسئله زمان، مسئله طول فیلم، مسئله آپلود هست و زمان یک امر بحرانی هست نمیتونم وارد جزئیات بشم. برای زحمت مطالعه جزئیات به عهده مخاطبین هست. خب ببینید برای اول از برنامه سی شروع میکنم، کامپایلر کد ویژن.